امشب زالو پارتی داشتیم خونه یکی از عزیزان که استاد ما هستن توی بحث درمان. دوستانی که الان زالو درمانی برایشون انجام دادیم، مخصوصا این عزیزی که الان هم پشت گوشش و هم پشت کتفش رو زالو گذاشتیم، تقریبا نزدیک سکته بود، چون زالوهایی داشتیم که خیلی خیلی زودتر از موعد پر شدن و افتادن. این علامت تقریبا خوبی نیست که یک نفر سرش اینقدر تحت فشار باشه. و این دوستمون که برایش کلی بادکش انجام دادیم، تقریبا پوستش پل بود، یعنی گردش خون بسیار بسیار ضعیف، ولی با انجام بادکشا خب زالوها گرفتن و همینجور که میبینید تخلیه خوبی داره انجام میشه. قبل از اینکه الان تموم بشه احساس سبکی و راحتی رو هر دو اعلام کردن. خب این کار تقریبا یک کاریه که همه درمانگرا انجام میدن، اما بحث اینه که تشخیص خیلی مهمه. یعنی اینو به عنوان یک عادت مثل حجامت یا کارهای دیگه انجام ندین. تا زمانی که لازم نباشه این کار نبایستی صورت بگیره. تو محل حجامت زالو درمانی به صورت جنرال عمل میکنه برای تمام بدن، اما برای بقیه زالو درمانی ها ما اون یک کار جراحی میدونیم که حتما باید تشخیص های اولیه صورت بگیره.